سلام بچه‌ها، چطوری؟ این چه خبر؟ بعد از 1 ماه دوباره اومدیم روی یوتیوب. ویدیو 2 روز دیگه آپلود میشه. الان لایوش رو همزمان رفتیم، یکم تغییرات دادیم تو سیستممون. عموما رو 2 تا دوربین هستیم، همزمان لایوش هم رفتیم واسه اینکه سوالای بچه‌ها رو هم لحظه جواب بدیم دیگه، نکشه به استوری و داستانای دیگه. چه خبر مهدی؟ خبر خیر، بعد از مدت اومدیم. بعد از مدت ها، چون یکم مشکلات پیش اومده بود، فکرم مشغول بود، نمیتونستم در حد همین استوری اینستاگرام میتونستم پشتیبانی کنم شما رو. خب امروز اصلا موضوع ویدیو در مورد چیه؟ موضوع ویدیو بیه در مورد همون یه ما یه ویدیو داشتیم تو یوتیوب، بذاریم بالا. رابطه لاین دیستنس اومده بودیم صحبت کرده بودیم در موردش. آره چند تا چیز داشتیم. حالا بیا یکم این سوژه رو کامل‌تر کنیم. مطالبش رو آپدیت کنیم. آره یکم مطالبش رو آپدیت کنیم چون تجربه اضافه شد. خب حالا نظر تو چیه؟ الان بعد از مدت فکر می‌کنم 3 ماه بعد از گذشتن که اون ویدیوها آره آیا تأثیری داشت؟ یعنی مثلا سیستم تغییری کرد؟ آیا همون حرفایی که من 3 ماه پیش زدم درست بود توی رابطه؟ حالا من یه چیزی رو اضافه کنم، اینکه این حرفایی که داریم میزنیم صرفا ما خودمون رو داریم جای اون افراد میذاریم. یعنی آره اصلا مهم نیست، ما داریم صحبت میکنیم دیگه. صحبت کردن الان یه مثلا 2 نفر میان در مورد جنگ ایران و عراق صحبت میکنن که تو حتما صرفا تو اون جنگ نبودن. 100%. نسبت به تجربه بچه‌ها، چون ما همیشه توی اینستاگرام آنلاین ترین وضعیت ممکنیم، استوری میذاریم، کوئسچن باکس میذاریم، صحبت میکنیم. وقتی میایم همچین حرکتی میزنیم، یعنی بچه‌ها میان صحبت میکنن، تجربهشون رو به ما میدن، ما میایم در مورد اون مباحث صحبت میکنیم، تجربه اونا رو هم میاریم توی ویدیوها که بتونیم یه کمکی به همه بکنیم. بچه یادتون باشه هدف اصلی ویدیو گرفتن اینه که بتونیم یه تغییری ایجاد کنیم، یه کمک کوچیک در حد همون عموشاهین، تیم عموشاهین بتونه یه کاری انجام بده. خب بریم. اون قطعا تاثیر داشته، اون ویدیو قطعا تاثیر داشته. آره تاثیر خب 100% داشته، میشه دید رو بچه‌ها، حتی کسایی که رابطه دارن میشه دید. ولی آیا بعد از گذشت این مدت و این ویدیوها، این چیزایی که ما دیدیم، آیا هنوزم این موضوع پیشنهاد میشه؟ فکر می‌کنی؟ رابطه لانگ دیستنس و آره. چک بگیره اینجور چیزا. ببین بستگی به آدمش داره، تو باید در نظر بگیری که اون آدم چه محدودیت‌هایی داره و بعد وارد رابطه بشی باشه. ببین آخه محدودیتی داره که مثلا نمیدونم نمیتونه زیاد آنلاین بشه، حالا به هر دلیلی، یا میدونی چی میگم، محدودیت. به محدودیت رو اصلا درک نمی‌کنم. تو دنیایی که امروز همه به صورت آنلاین هی دارن کارهای مختلف انجام میدن و اصلا سیستم دنیا به سیستم سمت آنلاین، تو بخوای یه چیزی رو حتی پرایوت نگهداری سخته. چجوری میشه یه نفر مثلا آنلاین نباشه؟ چجوری میشه یه نفر یه تایم زیادی رو آنلاین نباشه؟ یا آنلاین هست به اون فردی که باید پیام بده پیام نمیده. خب الان داخل توی رابطه لانگ دیستنس ماجرایی که وجود داره اینه که تو نمیدونی که آیا نفر اول رابطه ای، نفر دومی. خب همین دیگه، چون میگم غیر واقعیه یه جورایی. من تو اون ویدیو اومدم بیان کردم که مثل هوش مصنوعی میمونه. یعنی تو با یه چت جی پی تی هم بیای مثلا چت کنی، صحبت کنی، اون بیشتر میتونه رود وقت بذاره، چون اون به یه دیتابیس بزرگ جهان وصله. و من مطمئنم رابطه و این داستانا به این سمت و سو هم میره. یعنی کسایی که به هر دلیلی نمیتونن وارد رابطه بشن، هوش مصنوعی های میاد که نقش اون پارتنر رو میتونه بازی کنه به صورت آنلاین، که بهشون کمک کنه. آره که بهتون کمک کنه. ولی یه داستان خیلی مهم توی اینجا هست. معنی واقعی حس کردن یک رابطه توی دیدن و لمس کردن و حس کردن فرد مقابلته. به ما اینجا محدودیت نداریم، ما اینجا سانسور نداریم. واقعیت محض اینه که تو طرفو باید ببینی، باهاش زندگی کنی، بگذره زمانی تا بتونی درک کنی رابطه واقعیتش چیه، چی جوریه، به چه صورت داره. چیزا رو باید تجربه کنی، حالا بالا پایین و فلان. آره بدی‌ها رو باید با هم تجربه کنین، خوبی‌ها رو باید با هم تجربه کنین، تمام این زندگی بالا و پایین به هر صورتی رو باید تجربه کنین. حالا مسئله ویدیو ما این نیستش که طرفو ترغیب کنیم که مثلا از همدیگه جدا بشن، صرفا می‌خوایم مقدار اوضاعشون رو بهتر کنیم. چی میگم؟ قطعاً حرفایی که تو می‌زنی در مورد این مسئله درست، شکی توش نیست. ولی دیگه الان ما باید این شکلی فکر کنیم که این اتفاق افتاده و این رابطه شکل گرفته. خب چجوری میشه بهترش کرد؟ بعد با طرف مقابل قطعا صحبت کنه که ارتباط بتونن بیشتر. من حس می‌کنم رابطه لاین دیستنس نیست، چرت و پرت. واضح دارم صحبت می‌کنم. دیگه اتفاقی که افتاده رو چجوری میتونیم برگردونیم به حالت قبلی؟ آخه تو وقتی طرف رو نمی‌بینی و شناخت کاملی نداری از طرف، چجوری رابطه‌ای باش؟ حرفت کاملا منطقیه. مردم طرف رو می‌بینن، تو رابطن باهاش،
باهاش ازدواج میکنن، آخر زندگی به طلاق کشیده میشه. بعد یه رابطه‌ای که بخواد این وسط فاصله هم باشه، نمیدونم سودش دقیقا کجاه. و فکر میکنم که تو دهه‌های قبلی کمتر بود، تو دهه 80 به اینور بیشتره. یعنی بچه‌های دهه 80 بیشتر لاین لیسنس دارن تا بچه‌های دهه 70 بچه‌های دهه 60. بچه‌های دهه 70 اینجور چیزا هم سنشون بالاتره، همین که قدرت اجتماعیشون بالاتره. نه من تو اون برهه زمانی که خودمون تو اون دوران بودیم دارم میگم. خب اون موقع اینترنت هم انقدر وسعت نداشت. SMS که میتونستی بدی؟ SMS میتونستی بدی، ولی میدونی الان انگار با وجود اینترنت نزدیکتر شده همه چیز، چون دیگه تماس تصویری و میشه میگم یه مقدار این ارتباطه راحت‌تر شده نسبت به اون موقع خب خیلی اوضاع یه جور دیگه بود. من که موقع زندگی نکردم چون اون دوره تو این سن نبودم، ولی اسم آره ولی اینم میگم یه سری‌ها اصلا حتی ببین 100 رد هیچ چیزی توی دنیا 100 رد نمیشه. خیلی‌ها بودن، خیلی از دوستان ما بودن که اصلا خانمشون ایرانی نیست، از یک کشور دیگه است، با همین صورت با هم آشنا شدن و عاشقانه دارن زندگی میکنن. ولی خب من فکر میکنم اون نسخه خارجیه باز نسخه بهتری از نسخه ایرانی است. من نمیدونم ببین حس مثبت نمیگیرم از این سوژه. تو میگی ممکنه به خاطر فرهنگ و اینجور چیزا ما باشه. ببین من حس مثبت نمیگیرم. این که ببین موضوع اصلی این مطمئناً این هست که اصلا بحث خیانت هم بخوایم اینجا صحبت کنیم، این هست که تو اصلا نمیتونی جلوی طرف بگیری. طرف باید قلباً تو رو دوست داشته باشه. تا مادامی که قلباً یک نفر تو رو دوست نداره، هر ثانیه امکان خیانت وجود داره. پس طرف رو باید آزاد بذاری و اون به سمت تو بیاد، نه اینکه تو این پرنده زیبا و به زور توی قفس کنی. درست. خب اینو درک میکنم، ولی وقتی کسی دید درستی نسبت به رابطه نداشته باشه اون موقع چی میشه؟ البته اینم میگم نگاه کن، ما به همون صورت وقتی حرفایی که زدیم اومدیم جلو، به ترتیب اومدیم جلو، گفتیم که امکان داره توی دهه امروز بیشتر باشه، یعنی توی همین روند بچهای ده مثلا 80 بیشتر باشه. خب و اینم درک میکنیم که این بچه ها هنوز اون تجربه مورد نیاز برای زندگی کردن برای رابطه رو ندارن. شاید تجربهشون از منم حتی بیشتر باشه. نمیگم این عام نیست، درصدها هیچ کدوم عام نیست، نسبیه. خب بگو. خب الان توی هم بخشی که تجربه نکردن توی همون تایمی هستن که باید تجربه کنن دیگه. آره 100%. اصلا زندگی بر پایه تجربه انسان میره جلو. ببین یه نفر کوله، در واقع میتونم اینجوری بگم، کوله بار تجربه های تو زندگی تو رو میسازه، موفقیت تو رو میسازه. مثلا نگاه کن، یه کوچولو بهت میگم، خیلی میخوام چیز کنم، اگر ویدیوهای یوتیوب نبود، اگر تجربه ما از ویدیوگرافی و عکاسی وجود نداشت، آیا ما یوتیوبر میشدیم؟ نه. آیا ما تو محیط آنلاین می اومدیم شروع به کار میکردیم؟ ببین ممکن بود که شروع به کار کنه، ولی با کیفیت حال حاضر قطعا نمیشه. خب پس تجارب قدیم ما، این کوله باری که ما داریم باعث میشه که زندگی آینده ما رو ساپورت میکنه. ما واسه از اون تجارب داریم کار جدید داریم. 100% که همینطوره. تجارب خیلی چیز مهمیه، خیلی 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 چیز مهمیه و داشتن. ببین تجارب چیزی نیستش که تو بتونی بخری. میتونی نگاه کن یه سری مثلا یه مثال کوچیک میزنم، سوال اقتصادی تو ویدیوش میگه قبل از 30 سالگی ازدواج نکنیم. به هر دلیلی و هر دیدگاهی که داره. خب یکی از دلیلش فکر میکنم خب حالا هر دلیلی که داره، نه میگه نگاه کن اون تجربه رو داره، تجربتون بیشتر بشه که توی رابطه‌ای که میخواید وارد بشید. خب ببین یکی از مسائل که یک نفر توی یک رابطه بتونه خوب باشه، تجربه اون فرد نسبت به رابطه است. تو وقتی وارد یک رابطه واقعی میشی، ببین یه رابطه واقعی داریم، یه رابطه برای مسخره‌بازی داریم. اگر تو وارد یه رابطه واقعی بشی، تو انقدر باید پر باشی، انقدر باید تجربت پر باشه که دیگه اصلا نیازی به دیدن یه فرد جدید نداشته باشی. که دیگه حتی اون فرد جدید که میاد مثلا بخواد مثلا حرکتی هم بزنه رو تو تأثیری نداشته باشه. یعنی تو من به شخصه دارم بهت میگم، تو زندگی اگر تو به این نقطه از جایگاه نرسیدی که دیگه مثلا عادی شده باشه، مثلا اصلا صرفا دختر، من میگم ما عادی یک پسر داریم صحبت میکنیم،
دختر برات عادی نشده، ازدواج کردن برات مثل سم، پولتو، زمانتو، زندگیتو از بین میبره. درست. رابطه ای که خیلی با هم درگیر باشیم مثل سمه، همه رو از بین میبره. میدونی چی میگم؟ وقتی تو انقدر کامل نشدی نباید وارد شی و این رابطه های مختلف هستش که باعث میشه اون ازدواج خوبه اتفاق بیفته. اینم هست. ولی خیلی چیزهای مختلف تأثیر گذاره. حتی این بحث تجربه رو ما بیاریم روی بیزنس هم حتی تأثیر گذاره. نکن یعنی اون تجربه باید باشه، اون عنصر تجربه باید باشه، اون حس خوب از یک فرد باید باشه. این عناصر کنار همدیگه باعث میشه که یه رابطه لانگ دیستنس جواب بده. من این حس رو دارم. خب حالا به نظر تو چجوری توی رابطه لانگ دیستنس میتونی متوجه بشیم که طرف ما علاقه داره؟ یعنی چجوری به خودش رو ثابت کنه؟ آخه خب یه سری راه‌ها داره. مثلا تو پیشنهاد بده، راهش چیه؟ خب تو باید پیشنهاد بدی سوال من. آها خب ببین نوع طرف صحبت کردن طرف مشخصه، ولی نوع صحبت کردن هم میتونه ناخالصی داشته باشه. نوع توجه طرف مشخصه، ولی نوع توجهش هم میتونه ناخالصی. همه عناصری که توی یک رابطه دور هست همه میتونه ناخالصی داشته باشه. یعنی هیچ چیز 100% وجود نداره بجز این که برات وقت بذاره، تماس تصویری هی زیاد تماس تصویری با هم داشته باشیم، بازم امکان ناخالصی داره. ولی خب نه دیگه در اون حدی که توی حالت عادی وجود داره. میشه میگه نه؟ چون طرف دیگه وقتشو از سر کوچه نمیبرد قطعا که بخواد برای تو توی این حجم وقت بذاره همیشه درگیرت باشه باید صحبت اصلا رابطه معنا و مفهوم عشق و رابطه یعنی این که صبح که چشتو وا کردی تا شب که چشتو میبندی درگیر طرف مقابلت باشی و اگر درگیر طرف مقابلت نیستی تو عاشق نیستی، فقط توی رابطه این با هم رفیقین. بعد جمع کنین زودتر بره این داستان، رفیقای خوبی با هم باشین. ببین تو زندگیتون سعی کنین که آدما رو از یک رفیق خوب تبدیل به یه پارتنر بد نکنین. بعضی از آدما رفیقای خیلی خوبی هن. سعی کنین همون رفیقای خوبتون رو داشته باشین. چون مثلا مثال میزنم، یه دختر وارد زندگی یک طرفی بشه، ایکس و ایگرگ ما در نظر میگیریم، این دختر وارد زندگی این پسر شد. خب اگر از رفیق خوب تبدیل به پارتنر بشه، من به تو قول 100% میدم که امکان داره وقتی کات کردن دیگه چش دیدن همدیگر رو نداشته باشن. درست. چیزی جز اینه؟ ولی وقتی رفیق بمونن تا آخرام با هم میمونن. پس سعی کنید رفیقاتون رو واسه این داستانا از بین نبرید. بعضی از آدما رفیق خوب بذار بمونن، رفاقتشون از بین نبرید. آره حیف میشن. میدونی یه سری آدما حیف میشن وقتی اینجوری میشن. حرفت کاملا درست. یه جنبندی کنیم حرفا رو. به نظر من رابطه لانگ دیستنس سخته، 100%. خیلی زیاد. و مهمترینش اینه که طرف مقابلت رو باید بشناسی، شناخت کامل داشته باشی. من 80% پیشنهاد نمی کنم، من شاهین رمضانی خودم پیشنهاد نمی کنم، چون تو هیچ کدوم از آبجکت های یک رابطه رو نداری. ولی خب تو از اون سایدم بهش نگاه کن دیگه. کدوم ساید؟ تو فکر کن طرف توی رابطه است داره این ویدیو رو میبینه. تو الان ویدیو تو عملا یکی از دلایلی است که طرف ممکنه به این فکر کنه که بره زندگیشو دوباره از اول بسازه و یه زندگی جدید درست کنه و موفق بشه و به جای خوب برسه. نکته مخفیش هم باید نگاه کنی. میگم همه چیز قرار نیست مثبت درست. ببین کسی که توی رابطه باشه و رابطه‌ش هم خوب باشه، یه دونه ویدیو من تو یوتیوب که میخواد 50 60 نفر 100 نفر ویو داشته باشه روش تأثیری نداره. تأثیری نداره، ولی ذهنش به اون سمت میره. خب دیگه من دارم حرف حق رو میزنم. اگه حرف من اشتباهه میتونی زیر کامنت کنی، بگو آقا این حرفت به این دلیل اشتباهه. من میگم آقا تو 80% از یک رابطه رو نداری، تو 20% کاملا شبیه اون چت جی پی تی است، داری فقط باهاش چت میکنی سلام خوبی فلان. تو عملا طرفو نمیبینی، تو عملا طرفو نمیشناسی، تو عملا نمیدونی چی کار داره میکنه.
پس چجوری میخوای تو رابطه باش باشی؟ درست. تو حتی حس پیاده روی با طرفو نمیتونی توی خیابون داشته باشی و هر چقدر این احساسات واقعی تر بشن مطمئناً بهتر میشه این رابطه. هر چقدر رفت آمد بیشتر تو نمیدونی طرف چی داره میخوره، چی دوست داره. خیلی اینا مهمه. تو نمیدونی طرف عصبیه، طرف خوبه یا طرف بده. تو از پشت لال شده، از پشت چت چجوری میخوای متوجه شی طرف حالش چیه؟ میتونه به تو دروغ بگه خیلی راحت، میتونه آلارم بذاره هر 20 دقیقه بده پیام بده. تو میفهمی که آلارم داره صدا میکنه یا یارو داره دلی به تو پیام میده. ببین کلا تو عملا پس علم کاملی از طرف نداری، شناخت طرف مستقیمی از طرف نداری. خب پس چجوری تو یه رابطه با یه نفر؟ تو چه میدونی طرف داره بهت پیام میده یا باباش؟ پو تو خیلی دارک میکنی ماجرا. آخه هم زندگی دارکه. عاملای بد همیشه از عاملای خوب بیشترن. ما خوشبینیم. خوشبین باشی اسم میکنم. دم تک تکتون گرم که ویدیو رو دیدین. دوباره برگشتیم. ایشالله که بتونیم این دفعه حالا دیلی آپلود نه ولی هفته 3 تا ویدیو داشته باشیم. دم تک تکتون گرم. فعلا. حالا چی؟ یه ویلا دور حالا چی؟